دومین باری است که خیلی وحشت میکنن از فارسی حرف زدن. اولی 1 سال قبل بود، رفتم شیراز و درباره سعدی به گردنم افتاد یه چیزی بگم و این همه شیرازیان رو دیدم نشستن، یه نفر از تبریز اومده فارسی صحبت میکنه و در مورد شاعر بزرگ اونجا حرف بزنه. فارسی گو بخشندگان عمرن. حالا اینجا خراسانیان هم همینطوره، این مشکل الکن بودن اهل آذربایجان به هر حال خصوصا در این جاها بیشتر معلوم میشه. بله، چیزی در واقع من ندارم بگم، متاسفانه باید بگم که اون چی که من الان اینجا میتونم بگم در واقع حدیث نفسه و نه یک دستاوردی که میتونم بگم که من این کار رو انجام دادم و به این نتیجه رسیدم، بلکه کاری که میخواستم بکنم و نشد. این شکستش هم خودش خیلی به نظر من مهمه. من از مدت‌ها پیش به یک نتیجه رسیده بودم که سعی کردم این رو به صورت‌های مختلف بیان بکنم و اون مسئله تداوم در واقع فرهنگی ایرانه، چون ایران به رغم اتفاقات بسیار مهمی که افتاده و خب دولت‌ها، حکومت‌هایی که معمولاً بدترین نمایندگان در همه دوره‌ها بدترین نمایندگان فرهنگ ایرانی بودن، متاسفانه باید بگیم، جز یک استثناهاشون. منظورم حرف سیاسی نیست، یک واقعیت فرهنگی و تاریخی ماست. کمتر از فرمانروایان ما بودن که در حدی بودن که برای مردم ایران یا برای نماینده فرهنگ و تاریخ ایران باشن. خب این بحث تداوم بر من مهم بود. بعد به تدریج به این نتیجه رسیدم که هم شرقشناسان گفتن، ایران شناسان گفتن، هم استادان خود ایرانی از 100 سال پیش لااقل بیشتر از همه گفته شده که یکی از پایه‌های تداوم ایران و تداوم فرهنگی ایران زبانه. در جهان اسلام فقط ایرانی ها هستند که تونستن زبان خودشون رو حفظ بکنند، عرب نشدند، اگرچه مسلمان شدند ولی عرب نشدند و حساب خودشون رو از همون آغاز هم تا حد زیادی جدا کردن. هیچ وقت ما وارد در داخل خلافت نبودیم و با خلافت به شیوه های مختلف هم جنگیدیم و فکرم میکنم که به قیمت بسیار گرون در واقع ما با خلافت در افتادیم. یعنی مهاجرت ترکان و اینکه در یک دوره هایی این مهاجرت ها بسیار شدت پیدا کرد و سیمای ایران رو میتونیم بگیم که تا حد زیادی عوض کرد. این درگیری ما با خلافت هست، چون خود خلافت نمیتونست از پس ایران بر بیاد، اگر بخوام خیلی عامیانه بگم اینطوریه، ولی غلامان ترک رو در واقع به نوعی بر ایران مسلط کرد. در این خب این حالا نمیخوام که وارد این مسئله بشم، ولی به نظر من در یک جای به شکست خوردیم از این بابت ها، با در افتادن با یک نیروی که بسیار قوی بود، به هر حال اومده بود که بخشی از جهان رو بگیره، همونطور که گرفت. ولی به نظر من اومد که خب مسئله زبان که خب طبیعتا بسیار مهمه، ولی مسئله اصلی بر من این هست که اگر ما فقط زبان رو تونسته بودیم، یعنی زبان فارسی رو تونسته بودیم که حفظ بکنیم، به احتمال زیاد ایران به این صورت که تداوم پیدا کرد نمی‌کرد. چون زبان یک قالبی است که چیزی درش بیان مثل از طریق اون بیان میشه. اگر یک فرهنگ والایی وجود نمی داشت که این زبان خود اون رو با خودش می آورد و این زبان یک محملی بود برای اون چیز والا، طبیعی است که خب این زبان به تدریج از بین میرفت. احتمال داشت میشد مثل برخی از زبانهای دیگر، زبانهای غیر علمی، اروپایی ها میگن غیر علمی، همطور که در مورد لاتینی میگن زبانهای غیر علمی بودند که زبانهای محلی بودن یا زبانهای بعضی از اقوام بودن که بعداً زبانهای ملی شدن. مال ما از همون آغاز زبان ملی بود، اما فرق زبان فارسی جدید
منظورم از فارسی جدید یعنی از فارسی 1000 سال گذشته است، چون این زبان هم اینو توی پارانتز بگم که این زبان فارسی تنها زبان قدیمی ترین زبانهای جدیده اگر بخوایم اینو اینجوری تعبیر کنیم. یعنی که همه زبانهای دیگر، ایتالیایی نسبتاً قدیمی تره از زمان دانته است، 13 قرن 14، یعنی 600 سال سابقه داره. زبانهای فرانسه، انگلیسی، آلمانی بسیار بسیار جدیدن، از زمانی است که تقریبا میتونیم بگیم اصلاح دینی صورت گرفت. کتاب دینی، متن مقدس رو به این زبانها ترجمه کردن و این زبانها استوار شدن، مثل زبان آلمانی که زبان لوتره که انجیل رو ترجمه کرد. خب زبان فارسی زبان یک نص غیر مقدسه اگر بتونیم بگیم، یعنی غیر ادیان الهی است از طرف دیگر، و بسیار چون زبان ملی است در معنای دقیق کلمه، زبان یک ملت، این زبان بسیار هم طولانی است، یعنی از زمانی که خود این ملت تکوین پیدا کرده، یعنی حداقلش اینه که بعد از 2 قرن سکوتی که خیلی هم سکوت نبوده چون در اون زیرها اتفاق بسیار مهمی افتاد، اما حالا به این تعبیر رو حفظ کنیم میتونیم بگیم که به این اعتبار لااقل زبان فارسی و ملیت ایرانی که با این زبان عجین شده، این 1200 سالی سابقه داره. مسئله در واقع من این بود که این زبان چیزی رو بیان می کرده و این چیزی هم بوده که با خودش آورده، یعنی صرف زبان انتقال پیدا نکرده. احتمال داشت که این اتفاق بیفته البته، یعنی اینکه زبان فارسی تبدیل بشه به زبان معادل زبان عربی، یعنی اون چیزی رو بیان کنه که زبان عربی بیان کرد، یعنی یک نص واحد رو توضیح بده. اما در مورد ایران این پیچیده بودن وضعیت ما این بود که ما یک نص دیگری یا نصوص دیگری، ولی خب نص دیگری رو تونستیم با زبان فارسی منتقل کنیم به دوره جدید زبان فارسی 1000 سال گذشته لااقل. اون چیز رو من اسمشو گذاشتم ایران شهری. گفتم اون چیزی که با این زبان آمد این اندیشه ایران شهری بوده، یعنی اگرچه ما یک نص مقدس داشتیم، یعنی کتاب سنت در به معنای اسلامی، اما در کنار اون ما یک نص دیگری هم داشتیم یا نصوص دیگری هم داشتیم که این انقطاع فرهنگی که برای بسیاری از جهان لااقل عرب افتاد، این در ایران اتفاق نیفتاد. بنابراین ما یک میراث در واقع فرهنگی یک ملت رو منتقل کردیم به این زبان فارسی، و نه تنها به زبان فارسی منتقل کردیم بلکه برخی از زبانهایی هم که در منطقه ما بوده از طریق زبان فارسی تبدیل شدن به زبان، یعنی از طریق تزریق فرهنگ ایرانی، اونچه که زبان جدید ایران بر مبنای نصوص ایران شهری در واقع ایجاد کرده بود، از طریق اون هست که این زبانها تبدیل به زبان شدن. به عنوان مثال 2 زبانی که مهمه در این منطقه ما میدونیم که هم اردو زبان عامیانه و زبان عوام بوده، یعنی غیر فرهنگی، هم زبان ترکی که زبان فاقد میتونیم بگیم که فرهنگ به معنای والای کلمه بوده. خب زبان عوام هستن اینها. این 2 زبان از طریق زبان فارسی تبدیل شدن به زبانهای جدید و شدن زبان، یعنی ترکی عثمانی 70 80 90% 30-40% زبان فارسیه
20-30% عربیه که از طریق فارسی رفته، یعنی تداول ما وارد زبان اونها شده. 20-30% زبان ترکی است. این آمیخته ای از اونه. ولی اون چیزی که مهمه اینه که تا زمانی که آتاتورک این گسست رو از بالا ایجاد نکرد در ترکیه که ترکیه جدید درست کنه، تا اون زمان در واقع زبان ترکیه عثمانی زبان فارسی است. زبان فارسی است که یه بخشاش ترکیه. یعنی اگر ما فرهنگ ایرانی رو از اون بیاریم بیرون، در واقع چیزی نمیمونه. فرهنگ ترکی به این معنا میشه گفت که نداریم. یعنی حافظ، سعدی، سودی که اینجا هم ترجمه شده، مثنوی، اینها منابع اصلی اون چیزی که در واقع ترکیه عثمانی رو زبان کرده، اینها منابع ایرانیه، اینا فرهنگ ایرانیه که وارد شده. اینها رو ما خیلی بهش توجه نکردیم. از طرف دیگر البته گفتنش هم خیلی سخته. الان هم که من میگم، همونطور که میدونید در بیرون بله بعضی اوقات اتفاقاتی میفته، ولی احتیاط کنید که همشهریاتون بله، ولی خب این مسئله مهمی است که ما بدونیم. یک مسئله هست که من یه بار از یک نفر از استادان مهم ترکم اومده بود اینجا، ازش پرسیدم و حالا میگم که اون چی هست و جواب چیزی گرفتم و اون اینه: فروغی که نماینده ایران در عثمانی بوده چند سالی، خب این آتاتورک این رو میشناخته، میدونست که آدم دانشمند بزرگی، ادیب بزرگی، خودش هم خب آتاتورک به هر حال بزرگ شده فرهنگ ترکی عثمانی در واقع. بنابراین مقام فروغی رو، محمد علی فروغی رو میدونسته و خودش نوشته که به حبیب یغمایی نقل میکنه که من پیشش که من میتونستم همیشه پیش آتاتورک برم، به من گفته بود که هر وقت خواستم برم. دیگران باید وقت میگرفتن، سفرهای دیگه، من هر وقت میخواستم میتونستم برم و گاهی اوقات وقتی نمیرفتم هم خودش تلفن میکرد، یعنی خبر میدادن که آتاتورک میخواد ببینه. میگه در یکی از صحبتهاش گفت که شما نمیدونید که اهمیت شاهنامه یا نوشته های کتاب هایی مثل شاهنامه چقدر هست. شما باید بدونید که روی اینها ایستاده اید و ما و این ملت من ترک این پایه ها رو نداره و من باید برای اونها دست و پا کنم. اصطلاحی که به کار برده اینه، دست و پا کنم، یعنی برای جعل هویت تاریخی، فکری، فرهنگی بکنم. و این گسست در واقع از اونجا به بعده که یعنی این مجبور شد که بر این که متمایز بکنه از ایران، از سلطه فرهنگی ایران اگه بشه گفت، این تمایز رو در واقع ایجاد کنه. خب این دستور این ترکیه جدید، تغییر خط و غیره که حتی وقتی هم که رضا شاه رفته بود به اون هم پیشنهاد میکنه که شما همین کارو بکنید. دکتر غنی نقل کرده در خاطراتش که بوده و میگه که خب این صحبت شد و اون گفت که شما هم همین کارو بکنید که از شر این خط عربی که به احتمال زیاد خط عربی هم شاید نیست، خط ایرانی است که به این صورت در اومده، طبق شواهدی این خط مال ایران بوده نه خط عرب بوده، چون عرب به احتمال زیاد چیزی نداشته که بنویسه. ولی میگه که و رضا شاه پاسخ داد که اصلا وضعیت ما با شما فرق میکنه، ما یک سابقه فرهنگی داریم که این گسست درش امکان پذیر نیست که ما به این صورت که شما از هیچی میخواید که یه چیز جدید درست کنید. بله به هر حال این دیگه خیلی طول ندم. هدف من این بود که در واقع در چند رساله کوچک سعی کنم که توضیح بدم که این اندیشه ایران شهری که
این زبان رو وارد این زبان شد، اساس در واقع جان و روح این زبان هست و به این وارد شد و این زبان رو به این صورت تبدیل کرد به یک زبان بسیار مهم جهانی. میتونیم بگیم بی هیچ تردیدی یکی از مهمترین زبان‌هایی است که از زبان‌های اروپایی که بگذریم یکی از مهمترین زبان‌های جهانی است، برای اینکه این همه منابع و آثاری که ما دادیم و ترجمه شده، تاثیر فکر و فرهنگ و ادبیات فارسی در ادبیات جهانی فوق‌العاده است. یعنی لااقل 4 5 6 تا شاعر بزرگ ما داریم که جهانی هستند و در تقریبا هیچ کدوم از زبان‌های دیگر هم ما نداریم که در این حد شاعری در حد خیام، فردوسی، حافظ، سعدی، حالا به همین بله مولوی. سعیم بر این بود که این کار رو انجام بدم. یک کار مقدماتی کردم و اون مربوط میشد به خواجه نظام الملک که تفسیری از خواجه نظام الملک. بعدها البته وقتی پیش رفتم هنوز خودم خیلی راضی نیستم و در واقع یه بازنویسی در راه هست که شاید مفصل تر از اون بشه و در واقع این بیان شکستی که دارم اینجا میکنم اونجا بیارم، چون در کنار اون میخواستم یک رساله دیگری درباره فردوسی بنویسم، یک رساله دیگر در مورد سهروردی بنویسم که بسیار مهمه و این تداوم عجیبی که در واقع این رگه های عجیبی که در تاریخ فرهنگی ماست، استاد اشاره کردم به بین حافظ و سعدی. بله، و من یک دلیلی این رو پیدا کردم بعد از مسکوب، یعنی این رو حس کرده بودم، منتخب ماهایی که اهل ادبیات درست نیستیم، درست فارسی بلد نیستیم، همیشه باید یک کسی تایید کنه که اینطوره این حرف. از مسکوب پیدا کردم این رساله چیز مسکوب. کتاب خوبیه، خیلی شاید حافظ شناسان و اینا خیلی بهش چیز ندن، در کوی دوستش، ولی من این رو دوست دارم. علتش اینه که در اوایل انقلاب که تقریبا میتونم بگم که وضعیت بسیار بدی بود، در تبریز گیر کرده بودم، در آستانه دپرسیون کامل چیز، فقط میتونستم حافظ بخونم، یعنی هیچی نمیتونستم. هیچ وقت من حتی تو پادگانم که بودم هفته یه 2-3 کتابی میخوندم یواشکی زیر چیز، ولی در چند ماهی هیچی نتونستم بخونم، فقط این بیت‌ها رو میخوندم، چون بیت بعدی رو میشد 2 ساعت بعدم خوند. یه همچه این کتاب هم همجوری خریده بودم، اونجا بود، همون وقتا در اومده که خیلی هم توجه بهش نشد. اینم بود. ضمناً اینم تو اون چیز خوندم. اونجا یک جمله بسیار جالبی میگه من میخواستم یک چیزی درباره اوستا بنویسم. هر بخشی از اوستا رو که خوندم منو منتقل میکرد به یه بیتی از حافظ. و بعد این کتاب حاصل اونه که میخواستم راجع به اوستا بنویسم و از حافظ سر در آوردم و اینو نوشتم. این حرف خیلی مهمیه. بعدا من 1-2 بارم با خود مسکوب تو پاریس صحبت کردم سر همین بحث زبان و چیز. این نکته مهمیه که در این رگه ها در چیز فرهنگی ما وجود داره و مونده و این ربط در واقع این پیوندهای عجیب فرهنگی ماست که این کشور رو به رغم تمام این اتفاقات نگه داشته. هدفم این بود که این کار رو بکنم. یک چیز دیگری هم بود، البته راجع به بیهقی بود، ولی خب این میخواستم یه چیز 4 تایی اینجوری باشه که با کمال تأسف بعد از اینه که چیز رو به سرعت البته تموم کردم، خواجه نظام رو مجبور شدم که از ایران رفتم، تمام اون یادداشت‌ها و اون چیزا به باد رفت. اتفاقاتی هم که افتاد دیگه اصلا اجازه نمیداد که اون کارو بکنم و یه برنامه‌های دیگری هم از جمله بحث یک ضربه روحی هم که وارد شده بود منتقل شد به انحطاط ایران، به نظریه انحطاط ایران دیگه. خب اینا موند، ولی منظور این رو البته گفتم که
خصوصا جوانانی که اینجا هستن شاید کسانی باشن که بخوان که یه همچین طرحی رو دنبال بکنن. این به نظر من مهمه و باید هم در یه جای دنبال بکنیم. بله ببخشید من